عرض ادب خدمت تمام فالوورهای پیج امپراتور مادها. دوستان، کارشناسی حضوری در استان چهارمحال بختیاری. این محیطی که ما آمدیم برای دوستان کارشناسی محیط اشکانی است و آب چشمه که زیر دست بنده عبور می کند. محیط قوی هست که یک سنگ شاخص و پوشش دشت را در 60 متری روبروی بنده ما داریم که در فیلم بعدی آن را واضح براتون نشون میدم. سنگی هم که بنده روش ایستادم 2 تا جوغن داره، یک جوغن 5 سانتی و یک 3 سانتی، 2 جوغن کوچیک بغل هم و یک اسکنه در وسط این سنگ که این یک قبر است. قبر به زمان اشکانیان برمیگرده که حفاری بیوده هم سمت چپ بنده داشتن و سنگ هایی که در این محیط تک هستن. این سنگ ها غریبن، سنگ سفید رنگ که با دوربین دوست عزیز ما نشانتون میده. 2 تا حفاری بیوده اینجا شده که اینجا اگر باری داشته باشه در زیر خود همان سنگ است که اسکنه خورده. یک قبر دیگه هم مثل همین سنگ دلمن داشتیم که شکستن. این هم قلعه و چند مزار خوشگل در این محیط ما داریم. تقدیم به نگاه زیبایتان. یا حق.